در شهر بختر مجلس وسیع کارمندان ساحه معارف ولایت خطلان دایر گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی، مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، رهبران مقامات قدرتی، معاونان رئیسان شهر و نویه‌ها، رکتوران دانشگاه و دانشکده‌های ولایت، دیرکتوران کالج‌ها، مدیران شعبه‌های معارف و آموزگاران و خوانندگان لیاقتمند مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نویه‌های ولایت خطلان اشتراک نمودند. پیش از آغاز چهاربینی به 10 نفر آموزگاران جوانی که در تعلیم و تربیت نسل نوره سهم ارزنده گذاشتند شهادتنامه قطعه زمین نزیحولگی و به 10 نفر دیگر تحفه‌ها تقدیم کرده شد. همزمان در این روز آموزگاران و خوانندگان پیشقدم مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نویه‌ها و مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیون ولایت خطلان دستاوردهای علمی و متدی، نوآوری‌های تعلیمی و کارهای ایجادی خود را پیشنهاد نمودند. رئیس ولایت ضمن بازدید با آموزگاران و خوانندگان صحبت نموده سهم آنها را در بالا بردن سطح و صفت تعلیم مهم ارزیابی کردند. ذکر شد که آموزگاران ولایت خطلان در سال تحصیل 2024-2025 در دور نهایی المپیادهای جمهوری سزاوار 800 مدال گردیدند که این نشان داد نسبت به سال تحصیل 2022-2023 259 عدد زیاد می باشد. اگر در سال 2024 در دور جمهوری المپیادا خوانندگان همگی 14 مدال طلا گرفته باشند، این نشان دهنده در سال 2025 به 49 عدد میرسد که 35 مدال زیاد می باشد. رئیس ولایت ضمن صحبت اظهار داشتند که اشتراک در آزمون‌های فنی جمهوری و بین المللی یکی از نشان دهنده‌های اساسی فعالیت آموزگار و سطح و صفت دانش خوانندگان می باشد. اطلاع داده شد که 2166 خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت خطلان در سال 2025 در المپیادهای بین المللی اشتراک نموده در عموم 903 مدال به دست آوردند که 41.6% اشتراکیان سبقت‌های ذهنی را تشکیل داده نسبت سال گذشته 457 مدال زیاد می باشد. از شماره عمومی مدال های به دست آمده 166 مدال طلا، 266 مدال نقره و 473 مدال برنجه می باشد. ضمن سخنرانی رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید اظهار نمود که در زمان صاحب استقلالی مملکت در ساحه معارف مناسبت های صفتا نو به وجود آمدند که آنها در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون های عمل کننده و دیگر سند های معیاری حقوقی انعکاس یافتند. روند جهانی شوی تحصیلات و معرفت‌نوکی علمی و تکنیکی از ارزش‌های میباشند که مورد توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار داشته امکان فراهم نموده است که اهل علم و معارف با روحیه سازندگی و بنیادکاری در رشد جامعه صاحب معرفت، تربیت نسل باسواد و شرفمند و عملی نمودن سیاست اجتماعی دولت سال از سال به دستاوردهای نظررس نائل گردند. گفته شد که در سال تحصیل 2024-2025 در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت 900,598 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند که نسبت سال تحصیل گذشته 33,413 نفر خواننده زیاده است. بنابراین جهت فراگیری شماره پررای خوانندگان همساله ضرورت بنیاد بیش از 100 مؤسسه نوی تعلیمی و زیاده 33,000 جایهای نوی نشست در دوام سال به وجود می آید. بنابراین جهت فراگیری شماره پررای خوانندگان همساله ضرورت بنیاد بیش از 100 مؤسسه تعلیمی نو و زیاده 33,000 جایهای نوی نشست در دوام سال به وجود می آید. وابسته به این در دایره برنامه ساحه معارف و نقشه چهاربینی‌های 35 سالگی استقلالت دولتی در شهر و نویه‌های ولایت بنیاد، تعمیر و از نوسازی 139 انشاءات گوناگون ساحه معارف عبارت از 1277 صنفخانه برای 31,925 جای نشست در یک بست ادامه دارد. همزمان در این زمینه طبق نقشه تصدیق نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی 315 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با فراگیری 48170 تربیت گیرنده و 366 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با اقتدار 113,498 جای نشست در یک بست به نقشه گرفته شده است. رئیس ولایت در ادامه سخنرانی خویش ذکر نمودند که اکثریت دستاوردهای خوانندگان در حرکت المپی و آزمون‌های جمهوری از مؤسسه‌های تعلیمی نمود نو به حساب رفته. وابسته به این تمام مسئولان را می‌باید که بازه مادی و تکنیکی تمام مؤسسه‌های نوبنیاد به طلبات مؤسسه‌های نمود نو مطابق گردانیده شود. زیاد گردیدن شماره مؤسسه‌های نمود نو نه تنها برای بلند گردیدن صفت تحصیلات مساعدت می‌نماید، بلکه برای بهتر گردیدن شرایط اجتماعی آموزگاران نیز
نقش مهم می‌بازد. مورد ذکر است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال مبلغ‌گذاری ساحه معارف ولایت زیاد گردیده، با درک مهمیت ساحه مقامات اجرایی حکومت دولتی نیز جهت مبلغ‌گذاری، دستگیری و هوسمندگردانی کارمندان این ساحه افضل‌النوک کشور دقت خاصه ظاهر نموده ایستاده است. اگر سال 2019 مبلغ‌گذاری ساحه 1 میلیارد و 17 میلیون و 300 هزار سومانی یعنی 59.3% بودجت عمومی ولایت باشد، آن در سال 2025 طبق نقشه تصدیق شده به مبلغ 2 میلیارد و 740 میلیون و 580 هزار سومانی یعنی به 60.9% خراجات عمومی بودجت ولایت رسانیده شده است. اظهار گردید که با مقصد رسیدن به هدفها و سمت‌های عملی گردانی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 نائل شدن به صفت بلند تعلیم توسط جاری نمودن تکنولوژی انفرماسیونی و کمیونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی در شهر و ناحیه‌های ولایت طبق قرار رئیس ولایت ختلان در نتیجه تطبیق لایحه یخانش در 684 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 13 شهر و ناحیه‌ها با 7620 کامرای مشاهده‌ای، 695 تجهیزات اینترنتی تامین گردیده، 125 مکتب با اینترنت بلندسرعت پیوست و 517 نفر آموزگاران با پلنسیت‌ها تامین کرده شدند. اظهار گردید که با مقصد رسیدن به هدفها و سمت‌های عملی گردانی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 نائل شدن به صفت بلند تعلیم توسط جاری نمودن تکنولوژی انفرماسیونی و کمیونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی در شهر و ناحیه‌های ولایت طبق قرار رئیس ولایت ختلان در نتیجه تطبیق لایحه یخانش در 684 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 13 شهر و ناحیه‌ها با 7620 کامرای مشاهده‌ای، 695 تجهیزات اینترنتی تامین گردیده، 125 مکتب با اینترنت بلندسرعت پیوست و 517 نفر آموزگاران با پلنشیت‌ها تامین کرده شدند. تاکید شد که در سال تحصیلی 2024-2025 در آزمون اتستات اعلای اونیورسالی با مدال طلا و نقره و اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی 10 شهر و ناحیه‌های ولایت توانستند که صاحب 27 اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره را صاحب گردند که نسبت سال 2024 یک مدال زیاد می باشد. رئیس ولایت در آخر سخنرانی خویش در برابر دستاورد و کامیابی‌های ساحه معارف همزمان اید به حالت تشویش آور باقی ماندن تعلیم غیر رسمی دینی، به شوهر دادن دختران نابالغ، مانع شدن برای گرفتن تحصیل عمومی اساسی، جنایتکاری در بین نابالغان و بیگانه پرستی میان آنها اظهار نگرانی کرده از حاضرین دعوت به عمل آوردند که جهت مشکل‌های موجوده چاره‌های سری وقتی اندیشند. تاکید کرده شد که در سال نو تحصیل حل مشکلات جای داشته، تامین پیشرفت، به دست آوردن نتیجه‌ها، اجرای برنامه‌های دولتی، همکاری‌های مستقیم با تشکیلات و ساختارهای دخلدار، استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، پیشگیری از حالت‌های کورپسیونی، راه ندادن به مناسبت خویش و تباری در محیط مؤسسه‌های تعلیمی، دغلانه مناسبت کردن با آموزگاران و خوانندگان، حمایت آموزگاران از سنجش‌های بی‌مورد و خللدار نشدن جریان درس‌ها از جانب مقامات محل و یا ساختارهای علاهیده، تنظیم درست نظارت داخلی مؤسسوی از راهبران مؤسسه‌های تعلیمی وابستگی کلان دارد. در مجلس کارمندان ساحه معارف ولایت ختلان رهبرت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز برآمد نموده اید به نظام رقمی و رقمی کنانی سیستم معارف کشور تا سال 2003 دستاورد و کامیابی‌های ساحه معارف ابراز نظر نمود. قابل ذکر است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بهر دستگیری، هوسمندسازی و قدرشناسی بهترین کارمندان ساحه علم و معارف و اهل علم و زیای ولایت توجه زیاد ظاهر نموده، همساله در مد اول این قشر جامعه را که قوای بزرگ ذهنی و عقلانی ولایت میباشند به مکافات‌های دولتی و صحوی، جایزه‌ها و عنوان‌های فخری پیشبری می‌کند. در آخر در وضعیت تنتنوی جایزه رئیس ولایت ختلان در ساحه معارف آموزگار افتخاری ختلان به یک قطار آموزگاران صاحب وطن به غالبان آزمون‌های جمهوری سپرده شد. به همین مانند به ختم کنندگان و راهبران مؤسسه‌های تعلیمی برای ختم مکتب با اتستات اونیورسالی و رویه اعلا مدال طلا و
و نقره موافقاً در حجم 10 و 3000 سومانی مکافات مقرر گردیده است که 27 نفر شاگردان و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی ولایت صاحب این جایزه شدند. در مجموع بیش از 100 نفر کارمندان ساحه معارف، آموزگاران، سابقه‌داران، پدر و مادران و خوانندگان با مکافات پولی رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید به مبلغ عمومی 400,000 سومانی قدرشناسی کرده شدند. خداداد رجب، امام علی شریف، نمازعلی ایرگش برای برنامه اخبار.